یک مرتبه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دراز کشیده بودند. جذباتی شده فوراً از جایش برخاست و نشست و فرمود: سه گروه آدمان بسیار بدبخت هستند. ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. روز قیامت الله طرف سه گروه آدمان اصلا نگاه نمی کند و گناهان آنها را نمی بخشد و برای آنها عذاب دردناک است. سه مرتبه این جمله ها را تکرار کردند. وقتی که این جمله ها را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند، حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه نشسته بود. گفت: یا رسول الله، خابوا و خسروا، من هم یا رسول الله؟ این سه گروه آدمان تباه و برباد شدند. اینقدر وعید سخت گفتید برای آنها. یا رسول الله، کی هستند آنها؟ فرمود: المنان، یکم همان شخصی که خوبی میکند اما بعد از آن منت میکند، در هر جا نقل میکند و این شخص خوبی کرده اش را ذلیل میکند در نزد مردم. دوم، المسبل ازاره، شخصی که شلوارش از بجیلک های پاهایش پایان است. سیوم، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، شخصی که با قسم دروغ مالهایش را سودا می کند، مثل امروزه تاجرهایی که می گویند: با خدا قسم این مال ترکیه است، با خدا قسم من خودم این مال را با نرخ گران خریداری کرده ام. خلاص با قسم دروغ سودا می کنند. به هر حال پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار وعیدهای خطرناک درباره این سه گروه انسانها گفتند. الله مهربان به ما و شما توفیق دهد که کوشش کنیم در زندگی از این سه گروه نباشیم. برادران عزیز، این نوار را نشر کنید و در ثواب شریک شوید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. يا سندي